من یه فیلم گذاشتم از زمان شاه، یه نفر اومد برای من نوشت به جای این کارا باید خمینی رو میزد خاموشش میکرد که این همه آدم کشته نشن. ببین رفیق، ما ایرانیم، خودمون که خودمون رو خیلی خوب میشناسیم. ما در کنار تمام خوبیایی که داریم یه سری بدیها داریم که جبران ناپذیره. ما یاد نگرفتیم از تجربه دیگران استفاده بکنیم، فردامون رو زندگی بکنیم. مطمئن باش اگر شاه اون کارو میکرد، امروز من و تو توی بار نشسته بودیم، همینجوری که داشتیم لیوان آبجومون رو میزدیم به هم، میگفتیم آخ آخ آخ، یه حاج آقای، یه حضرت امامی قرار بود بیاد هممون رو مجانی خونه دار کنه. همین پول آب و برقی که امروز داریم میدیم و اونم دیگه نمیدادیم. یه مشاور داشت فرشته، گور بابای این هویدا و فروغی خلخالی، میگن فرشته بوده. یعنی همینجوری که نشسته بودیم پای درسایی از قرآن قرائتی و مریم رجوی داشتیم قر میزدیم. ما ایرانی ها باید بریم جلو تا یک جای سرمون بخوره به یه سنگ، نه که خون بیادا شکافته بشیم تا تجربه کسب کنیم. ما توی مملکتی زندگی میکنیم که تو قرن 21 پخ کردن ناموس جزو افتخارات محسوب میشه برای یه سریا. الان پسر همون بابا اومده داره در مورد رشد و پیشرفت مملکت صحبت میکنه. یه سریا میگن سوسوله جذبه نره. ما یه اشغالاتی ریزی بین گلوبول سفید و قرمزمون هستش. یعنی هرچی آدم کج و کله‌تر کنارمون باشه بیشتر خاطر خاشیم. میدونی دست خودمون نیست. بابا بزرگش اومد ارسی و کلانمدی و از مردم گرفت، کت شلوار تن مردم کرد. همون بابا کتو در آورد انداخت رو دوشش، چاقو زامندار گذاشت تو جیبش. ما دست خودمون نیست، انگ میچسبونیم. همون کار و همون انگ و همون فوشایی که به پدر و مادرش دادن امروز دارن به خودش میدن. هر چیزی لیاقت میخواد. داشتن هرچی لیاقت. خیلی مخلصیم و تمام.